دیگر حدیث در سنن ابو داود با سند صحیح آمده است که ابو موسی اشعری رضی الله عنه گفتند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم امتی هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. امتی من امتی هست که رحم شده است، یعنی الله تعالی به ایشان رحم کردگی است. لیس علیها عذاب فی الاخره، در آخرت برای آنها عذاب نیست. گفتم عذابها فی الدنیا، عذاب امتی من در دنیا هست. الفتن، فتنه ها یعنی عذاب است. و الزلازل، زلزله ها. و القتل، و کشتن ها، یعنی اینا سبب میشد که گناه های انسان کفاره میشد. این حدیث دلالت میکند که هر یک مصیبت، هر یک مشکلی، هر یک فتنه، هر یک بیماری، قرضداری، ناآمدی، غریبی، مشقت، غم و غصه، برداشت درد خیانت ها، اینها همش کفاره گناه است. به سبب این مصیبت، مشکلی ها گناه بنده میریزد تا اینکه الله تعالی را واخورد در حالتی که گناهاش الکی در دنیا جزا داده شدگی هست. در دنیا عذابهای زیاد کشیده است و آخرش المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن با عرق پیشانه وفات میکند. یعنی در وقت کندن جانم عذابها میکشد، بیماری ها را پس سر میکند تا اینکه تمام گناهاش بخشیده شد و الله تعالی را بیگناه واخورد. یعنی حدیث معنای آن ندارد که مطلقا امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به دوزخ نمی‌دراید و مطلقا یعنی که روز قیامت عذاب نمیکشد، نه. لیکن اکثر مسلمان ها، علل خصوص مسلمان های دیندار، در دنیا به قدر دینشان جزا می‌بینند، به قدر گناهشان عذاب داده میشوند. مصیبت، مشکلی، غم، غصه، این چیزها آمده گناه های آنها را کفاره میکند، حتی الله تعالی را بیگناه وا میخورند. یعنی در این حدیث گفتند که زلزله ها، فتنه ها و کشتار ها سبب میشد که گناه های آنها بخشیده میشد. یعنی که در دنیا وقتی که عذاب کشیدن، در آخرت گناه هاشون بخشیده میشد. در این حدیث هم میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم زلزله را سبب کفاره شدن گناه ها نامیدند.